مثلا 20 سال 30 سال 40 سال بعضی 50 سال کار کردیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر که شما برای زنهاتان یک امر خودتان را صرف کنین، میگه ما رأیت من قد، یعنی ما چیزی ندیدم. میگه یعنی اینم راستی میم کار میکنیم، مشقت، خنکی، گشنگی، تشنگی، همه چیز پشت سر میکنیم. برای چی؟ برای زن و فرزندامون. تو اینکه زنهامون در کوچه نمونن، زنهامون محتاج یگان چی نشن، پدر مادرم دیگه و دیگه مثال کار میکنیم. نه که متاسفانه یگان کس میندار نمیشه. از کی کس بخدا که زن ما بگه مینداره؟ هیچ کنی. سبحان الله. والله که مثال سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم دروغ نیست. الله میگه که و ما ينطق عن الهوى، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آسمون از هوا سخن نمیگه. هر چیزی که وحی میشه جانب الله همون را میگه. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که از همه چیز هست. برای همون میگه شما خودتون هلاک نکنین. برای ملک مال دنیا. برای چی؟ برای چی قدر که نکنیم میندار نمیشون. اگر دیوان 15000 خریدی در حالت نداری میگه الحمدلله. وای بانی قبل بگذاره هیچ چیه نخوام دم تاریخ خورم. قیمتش بخر. و میخری 100,000 شه. میگه نمیشه اگه تو که با طلا داشته باشه. سبحان الله. خب بوشم میخری. میگه نمیشه درام طلایی کنی. مثل چی قدر که نکنی اگر کم من برای هوای مثل حدی اقل به خاطر خودمون، به خاطر الله سبحانه و تعالی بعضی همون دتنامون نمیپوشیم، دشکممون نمیخریم برای زنهامون، برای فرزند و پدر مادر که محتاج گنج نشون. یعنی کار ندرسته. حدی اقل مثلا این 11 ماه کار کردیم برای پدر مادر، برای زن فرزند، برای همه کار کردیم. یک ماهش جدا کنیم، ماه شریف رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. این ماه رمضان است که در این ماه قرآن نازل شده، که الحمدلله ما با قرآن زندگی میکنیم. به خاطر الله یک ماه شریف رمضان ما با عبادت بگذرانیم، اگر نور علی نور میشه. یک ماه شریف رمضان ما با قرآن بگذرانیم. یک ماه شریف رمضان با روزداری، یعنی از معصیت دور، از موسیقی دور، به خاطر الله صرف کنیم، نور علی نور میشه. یعنی چی قدر کردیم نه رضا نیستم. خلا برای خودمون یک ماه صرف کنیم. مثلا بعضی مردم میرن گفتی که بود در کرور در چون جا یک ماه دو ماه دم میگیرن. ما اوجا نریم. خلا کار کمتر کنیم. در خونه بشینیم کم کم امر معروف گوش کنیم. تراویح بریم. بعضی همون حرکت میکنیم دلیل میکنیم که بیا 8 رکعتش بخونیم. بیا مثلا جای ختم میرم نبیام علم ترکف بخونیم. یعنی عیبه برای جوان مسلمان که این کار را بکنه، این نوزکی را بکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میفرماید که الشاب نشأ في عبادة الله او الشاب نشأ في طاعة ربه. مثلا جوان کامیاب است در عبادت الله سبحانه و تعالی. کدام جوان؟ مثلا که الحمدلله ما یاشیم جوانیم، میتونیم استطاعت کنیم. وقتی گفتی که با دیسکوتک رفتن، وقتی گفتی که با عاشق منشقی کردن، نه که الحمدلله ترکشو میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر الله. این جوان میگه کامیاب است. جوانی تو سنی 33 سالگیه. از 33 سال و سجده برای خودت عبادت میکنی. تو این سنی 33 سالگی گفتی که ما باید ما چیکار کنیم؟ کوشش کنیم عبادتمون از الله قدر قیمت داره. که برای جوانیم. وقتی گفتی که با یاشگی و گفتی که با حیوانگریه. لیک همین چیزا رو چیکار کنیم؟ قبل صبر کنیم. و ماه شریف رمضان با قرآن بخونیم که در این ماه قرآن نازل شده. که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شما قرآن را بخوانین بدرستی که قرآن روز قیامت شفاعتگری می باشه، شفاعت منکنه. که او روز الله میگه یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. الله میگه او روز شما را ملک مال شما یاردم نمیرسونه و فرزندهای شما یاردمتان نمیرسونه، یاردم کرده تو نمیتونه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسانی که نزد الله سبحانه و تعالی به دل پاک برگشته است، به دل پاک نزد الله آمده است. و ازلفت الجنة للمتقین. الله میگه آماده شده است، آماده کردن جنت را برای اهل تقوا، برای انسانان پرهیزکاران، انسانانی که پرهیز میکنن الله، انسانانی که الله را پرستش میکنن، انسانانی که با قرآن زندگی میکنن. و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین.
همچنان آماده است جهنم برای انسانانی گمراه شده، برای انسانانی که غافل شده هستند، انسانانی که حق باطل فرق نکردن، حرام از حلال فرق نکردن، همش اصلا که استعمال کردن، استفاده بردن. و مخاطر حرکت کنیم که چون که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن انسانانی که با قرآن زندگی میکنن اهل الله است و انتخاب کرده الله سبحانه و تعالی است. یعنی ببینید که بعضی انسان ها یعنی در جامعه مشهوره این انتخاب میده که در اطرافش انسانان خوب جمع میکنه و ما رو میخوام قطعا انسان باشه میلیاردر تغییر در طور باشم ای گفتی که پای ملک مالش استفاده بریم لیکن ما رو انتخاب نکرد کو. اما ببینید که الله انتخاب مان میکنه اگر که ما با قرآن زندگی کنیم. اهل القرآن اهل الله و خاصه. اهل قرآن اهل الله میگه و خاصه میگه الله انتخابشون کرده بین میلیارد آدما. آیا نمیخوایم اهل الله باشیم؟ آیا نمیخوایم با همراه پیغمبران باشیم؟ آیا نمیخوایم با همراه صحابه باشیم؟ البته نمیخواهیم. برای آن خواستن، برای آن عمل کردن که با همراه اونها شدن ماه شریف رمضان با عبادت بگذرانیم. یعنی ماه شریف رمضان تنها نه، یعنی عموما عمر ما نه. برای ما نمیدونیم که کی میمیریم. الله در قرآن میگه فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هر وقتی که اجل آمد الله میگه ما اونها را نمیتوانین یک ساعت پیش کنین یک ساعت قفا کنین. هر وقت ساعتش که اومد الله میگیره جان مونه. الله در قرآن میگه وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. شما نمیدونین که فردا چیکار میکنین و به چه عملها مشغول هستین. وما تدری نفس بأي ارض تموت. و شما نمیدونین که در کدام قبیله کوشه دنیا از دنیا میگذرین. میخیلی بسیاری همون در کارانتین گذاشتیم نه؟ بچه ها یا سپرسمین ها بای ها میلیونر ها میلیاردر ها میخیلی کمبغل دیگه همه مرد. میخیلی شاید که در جای همون ها ما و شما میشیدیم به نماز به روزای دنیا میگذاشتیم. بعضی ها سبحان الله پدراشون گذاشتگین میگه من قبرش نمی قبر میگه کرونا ویروس مون یکی بعد ما کرونا ویروس نگذره. یعنی فرزند تربیه که خوب نکردی وقتی مرگت میگریزه. حال حیفینی که در حق دعا کنه که فرزند گفتی ملک و مال گفتی به خاطر فرزند ها یعنی جان مون صرف کردیم وقت مون صرف کردیم این روز وقتی مرگ مونه که باید در قبر بمونه میگه نمیمونم شه کسی میمونه بمونه. والله که همه دورن در جنازه بدیم دورن پدرشون. یه بچه میگفته کی میگه فرزندش او چه اوجا میگریز دور گرفته سی. والله در چشمش اشکی دیده نیست. یعنی او نمیده چشمش که پدرش مردگیه. برای چی؟ برای تعلیم خوب در وقت زندگی نیست. نگفته که بچم یه چیز حرامه یه چیز حلاله. بچم نماز بخوان بچم دست حرام کرده الله سبحانه و تعالی نزد هیچ چیز رو نگفته است. تعلیم خوبش نکرده است. یه روز وقتی که میمیره چیکار میکنه؟ در قبر نمیموند. ولی حیفینی که شب بخیزه طهارت کنه کرد نماز بخونه در حق دعا کنه. حیفینی ولی یا رب مونیم. ولی که مردی گفت که بال در دنیایی در قبر نمونده رنگ نمود میذارن. برای همون فرزندها را اول خودمان اصلاح کنیم و فرزندها را تربیه خوب کنیم. خب باقی در امان الله باشین. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.